دوستان عزیز، حالا ما در یکی از موضع‌های قرار داریم که این جا رو منطقه سنگ کر میگویند. یعنی این چی معنی دارد؟ حالا در عمل سنجیده میبینیم این چی است، یعنی چرا این رو سنگ کر میگویند. اینجا دو سنگ، یعنی زمانی به فکرم یک سنگ بوده است که از بین پاره شده به دو طرف، یعنی جدا شده است. در بین همین گونه یک سوراخی دارد. زمانهایی که ما خرد بودیم میگفتند که این سنگ کر همین گونه یک جای هست که از این منطقه، یعنی از این جا به این طرف آواز نمیگذارد. یعنی معنی اون رو دارد که اگر اینجا یک نفر ایستاد، داد زند، نفری در اینجا بوده آواز شخصی اونجا بوده رو نمیشنود. خب اونی که اینجا هست داد زند، اگر تمام کوههای این طرف میشنوند، هر نفری که در بالا هست در این منطقه ها هست میشنود، لیکن این جانب نمیشنود. و اونی که اینجا ایستاده است داد میزند، تمام این کوههای این جانب میشنوند، همه میشنود، لیکن همگی 10-15 متر پهنایی دارد، یکدیگر رو نمیشنوند. خب حالا ما من و دیلوشوب همین تجربه رو میسنجیم یک جای و میبینیم که واقعا همین کار میکند یا اینکه نه. حاضر از این طرف باید از روی وعدگی باید صدا بلند کرده ایستاده باشند. آسیم عارفپور حاضر میبینیم که به این منطقه میگذاریم که یگان چی گفتن یا اینکه نه. من وقتی که اینجا آمدیم آواز پیدا شد. آواز من رفت؟ نه تماما نه تماما نرفت. من چه خیلی داد میزدم. من چگونه داد میزدم؟ وقتی که این قسمت آمدم آوازتون پیدا شد که همین مردم نشون شد. مردم پیش از مردم چیا گفته؟ من گفتم که مردم مرا میشنوید، یعنی عکس صدا میدهد. وقتی که من داد میزنم عکس صدا میدهد، تمام کوهها میفهمند، همه میشنود، لیکن همگی 10-15 متر پهنایی اون طرفی سنگ بودن نمیشنود. اگر من نمیدونم، حالا ما ویدیو رو میبینیم که واقعا آوازی ما رفت یا اینکه نه. اگر نرفت پس این یک معجزه است که نمیدونم با چی قانون فیزیکی نفری در اینجا بوده داد میزند، لیکن اونجا بودن نمیفهمد. با ما باشید، پاتیساس کنید، لایک مونید و حتما ما همین گونه جاهای بسیار هم زیبا و عجیبی کشورمون تاجیکستان رو ثبت میکنیم و برای شما میگذاریم.